ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори панҷумро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. چنان که از این خاطره های صدرالدین عینی معلوم می گردد، چی همان دو مکتب و چی هم مدرسه محلی دیه اشان که در آن درس های ابتدایی مدرسگی خوانده می شدند، یک قسمی بچگان و جوانان دیهی ساکتری را که امکانی در بخارا خواندن نداشتند یا معلومات ابتدایی عمومی و یا ابتدایی مدرسگی می دادند، سیرخط و سوادناک با مدنیت و با فراست و با عقل و با خیردشان می نمودند. از همین جاست که عینی اهالی دیهی ساکتری را در آن دور و پیش در بین همه دیه های تومن خیشدوان مدنیت ناکتر و با خط و سوادناکتر می شمارد که یکی از آن مردمی 300 خانواری ساکتری اهل اولاد خود او به شمار می رفت. گرچند عینی در دیهی ساکتری تولد یافته است، ولی موافق تصدیق خودش دوره طفولیتش را هم در دیهی ساکتری و هم در دیهی محله بالا گذرانیده است. او درباره دیهی محله بالا می نویسد که این دیه ها ساکتری و محله بالا از هم دور بوده، از جهت آبادانی، مدنیت و عرف و عادت از هم فرق داشتند. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صحیفه 9. از روی نوشت عینی موافق تقسیمات حدود مأموری دوره شورایی، دیهی محله بالا در شورای قشلاق دهنوی عبدالله جان ریان شافرکامی بخارا در یک فرسخی 8 کیلومتری شمال غربی خیشدوان، عینی کلیات جلد 9 صفحه 324 در دامنه ریگی روانی که به دشت قیزیل می پیوست واقع بود. همانجا جلد 6 صفحه 11. بنابراین که دیهی محله بالا در پایاناب دریای زرافشان جایگیر شده بود و خصوصاً بعد از آن که رود کهنه شافرکام را که از شمال دیه می گذشت ریگ پخش کرده باطل و حتی محو کرده ایستاده بود، دیه تماماً کماب گردیده بود. بیشترین و بهترین زمین‌های دیهی محله بالا زمین‌های پادشاهی، زمین املاک بودند. از جمله قسمی از آن زمین‌های املاک وقف مدرسه میری عرب حساب می‌یافتند. بایهای کلان و ثروتمندان دیهی محله بالا به سوداگری مشغول بودند و بارهای گران و بی حساب و سنگین انداز خود را به ذمه دهقانان قشاق و کمبغل دیه بار می کردند. همه اینها سببگاری باز هم قشاقتر و بی بضاعت‌تر و خانه خرابتر گردیدن دهقانان کمبغل این دیه می گردیدند. قسمی دیگری مردمی دیهی محله بالا به هیزم کشی و یا به بطرکی در نزد آن بایهای دیهی خود مشغول بودند. عینی در این باره چنین نوشته بود: یک قسمی اهالی دیهی محله بالا چوپانی هیزم کشی می کردند یا اینکه به بایها یتیمی بطرکی می نمودند. کسب اساسی زمستانی عامه اهالی این دیه پختکشی بود. پختکشان از پخت جلابان غوزه جایداری را گرفته با دست کشیده از حلاجی گذرانیده پخته تازه کرده را با پنبدانش به خوجین می سپاریدند و در این کار حق ناچیزی می گرفتند. مزد معینی که در این کار به پختکشان می ماند کاکوله پوچاق غوزه بود که
وی را در آتشدان و در گلخنشان می سوختند. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه های 11-12. به سبب آنکه مادری عینی زیورای، بابای مادری عینی همراه خان، تقای هایش ملا دیخان، قربان نیاز، روشن نیاز، نیاز خان و علی خان و تمام اولاد و اجداد و خیشان مادریش از همین دیهه محله بالا بودند و بابای پدریش سید عمر خواجه در آخر عمرش در همین دیه میزیست، او نیز یک قسمی عمری کودکیش را در همین قشلاق در محیط زیست و زندگی اولاد و اجداد مادرش و بابا و مادرکلان مادریش همراهی بابای پدریش می گذرانید. معلومات درباره اولاد و اجداد عینی. چنان که در بالا اشاره شد، بابای پدری عینی سید عمر خواجه با خواهش مردم دیهه محله بالا وظیفه امامتی مسجد این دیهه را نیز به عهده خویش گرفته، در آنجا در مهمانخانه همراهخان خسورش استقامت می کند. او به ضم امامتی به هنرمندی و بناکاری هم مشغول می شود و بعدتر در همین جا خانه ساخته این دیهه را اول اقامتگاه دوم و بعد دائمی خویش انتخاب می کند. چنان که در بالا اشاره شد، او برای خراب نگردیدن حولی و زمین و حیاتی در دیهه ساکتری داشتهش، پسری کلانش سید مراد خواجه را از مدرسه بخارا برگردانده با دختری سومی همین همراه خان زیورای تخمیناً در سالهای 1865-1868 خاندار می کند. بابای مادری عینی همراه خان دهقانی میانه حال نهایت مهنت دوستی دیهه محله بالا بوده، 2 باغچه و زمین کارم هم داشته است که از حساب آنها رزق و روزی عائله‌اش را تأمین می کرده است. این 2 باغچه و کشتزاری بابای مادری عینی در موضع آخرترین یابان قاقا در طرف شرقی دیهه محله بالا جای گرفته به کشتزار دیهه قرخانی که آن باز از زمین همراه خان هم شرقی تر بود می پیوست. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه های 38-39. عینی همه این موضع ها را در رمن غلامان تصویر کرده است. یکی از آن 2 باغچه همراه خان 2 طناب نیم گکتر زمین را در بر می گرفت و بی دیوار بود و باغچه دیگرش از 1 طناب 4 گکتر زمین عبارت بوده، 3 پاخسه دیوار داشته است و خلاص. ولی در نتیجه ریگ کوچی در دوره های کودکی و نورسی عینی تمامی سطح آن باغچه ها در زیر ریگ مانده بوده است. لحظه های ریگ کوچی را هم عینی در رمن غلامان واقع بینانه تصویر کرده است. بابای مادریش همراه خان و همه 5 نفر تقایی عینی
در همین دهه محله بالا دائمی زندگی کرده تمام عمر خود را در همین جا گذرانیده بودند. سید عمر خواجه تا زمان خانه‌دار شوی سید مراد خواجه و دختری همراه خان زیورای تعلیم پسری او ملا دهقان را نیز به عهده خود گرفته بود. اولها سید مراد خواجه شبانه هنگامی که از کار امامتی و دریدگری فارغ می شد به همین پسری کلان همراه خان ملا دهقان خواندن و نوشتن را یاد می داد و به همین واسطه او را حرف شناس و خط نویس می کرد. بعد از آن که سید مراد خواجه با زیورای خانه‌دار شد، وظیفه تعلیم ملا دهقان به عهده او افتاد. سید مراد خواجه در حوریشان به همین ملا دهقان درس‌های مکتب کهنه ابتدایی را می‌خواند و او را به تحصیل به مدرسه آماده می‌ساخت. سید مراد خواجه بعد از ملا دهقان باز یک چند نفر بچه دیگری دهه محله بالا را تعلیم داده و سوادناک کننده همه اشان را به بخارا برده به مدرسه جایگیر می نماید. حتی تقایی عینی ملا دهقان بعدها خواندن را در بخارا دوام داده مدرسه را ختم می نماید. اما با تعبیر سید مراد خواجه دیگرانشان بعد از 2-3 سال در مدرسه ایستادن به صحرا برآمده هر کدام در دهه امام شده مردم فریبی را رواج دادند. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 14. بعدها پدر به پسرش صدرالدین آن لحظه ها را به خاطر آورده به طور ذیل نقل می کند. من برای خواندن عشق و هوس بسیار داشتم. شوق خواندن را هیچ از یاد نبرآوردم. ما خود نرسیدیم تو شاید برسی گویان تقاییت ملا دهقان را که حرف شناس بود درس‌های ابتدایی خواندم و یک چند نفر بچگان دیه را محله بالا را سواد خوان کرده همه اشان را به بخارا برده در مدرسه جایگیر کناندم. تقاییت خواندن را دوام کناند، اما دیگرانشان بعد از 2-3 سال در مدرسه ایستادن به صحرا برآمده هر کدام در ده امام شده مردم فریبی را رواج دادند. مهنت های من سوخت. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 14. صدرالدین عینی از بین آن یک چند نفر شاگرد بچگان پدرش که 2-3 سال در مدرسه ایستاده بعد در دهه امام شده به مردم فریبی مشغول شدند ملا باباجان، ملا همراه، ملا عبدالواحد، ملا ثابت که پسری عبدالرحیم بای بود و دیگران را به خاطر می آورد. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 15. به فکر بنده عجب نیست که رفتار و کردار همین قبیل شاگردانش امامهای مردم فریب سید مراد خواجه را وادار ساخته باشد که به امامها، قاضیها، رئیسها و عموماً به اکثر 4 حاکم امارت بخارا آنقدر حسن توجه ظاهر نکند. او در این خصوص به مقربانش از آن جمله به پسرش صدرالدین بارها این بدبینی خود را نسبت به آنها اظهار و بیان کرده است. از بیانات سیرشماری سید مراد خواجه در یادداشت و خاطره های عینی معلوم می گردد که خودی سید مراد خواجه
به علم و دانش اندوزی و به خواندن عشق و هوسی زیاد داشته است. بنابر همین سید مراد خواجه این محبت را به علم و دانش در دوام تمام عمرش به فرزندانش تشویق و تلقین می کرده است. اما پیری و بیمداری پدر و مادرش، مشکلی و دشواری زندگی آنها، بی مدد و بی یاری پسری بزرگشان سید مراد خواجه به او امکان ندادند که تعلیم و تحصیلش را در مدرسه بخارا دوام دهد و آن را ختم نماید. سید مراد خواجه بعد از خانه‌دار شوی تابستان با همسرش زیورای در ساکتری هم به کار دهقانی مشغول شده، هم سردرختی ها را میغنداشته است و زمستان با پدرش سید عمر خواجه در دهه محله بالا چرخی آسیا تراشی و بافندگی می نموده است. لیکن با همه این شوق خواندن را هیچ از یاد نمی برآوردم، می گفته است سید مراد خواجه به صدرالدین خردسال آن سالهای نخستین نوخانه‌داری خود را به خاطر آورده. صدرالدین عینی چگونگی طرح حوری ابنا و اجدادی ساکتریگی خود را به آیندگان خیلی دقیق نشان داده است. حوری ما در ساکتری در طرف شمالی مسجد این دهه واقع شده بود. از طرف غربی مسجد با تنگ کوچه‌ای که از کوچه کلان دهه جدا می گردد به آن رفته می شد. طرف شرق این تنگ کوچه را مکتب، مسجد و چارباغ وی و طرف غربش را یک حوری کلان که در آمدش از کوچه کلان بود احاطه می کرد. در آخر این تنگ کوچه به طرف غرب در یک گردشگاه یک چند حوری باشد هم دروازه حوری ما راست به تنگ کوچه نگاه کرده می ایستاد. اما آن حوری مخصوص خاندان ما نبوده، در یک دایره وسیع همه خویش و تباران جایگیر شده بودند و هر کدام قسمی از این دایره را صاحبی می نمودند. برای این حوری از غرب به شرق تخمیناً 150 متر بوده، درازیش از جنوب به شمال تخمیناً 200 متر می آمد. این مساحت به 4 قسم تقسیم یافته، قسم یکم که به درآمد دروازه راست می آمد از آن ما بود. 3 قسم دیگرش که در طرف شرق ما بود به عمک و عمک بچه های پدرم، عمک سید مراد خواجه عبدالله خواجه و پسرش ابراهیم خواجه، عمک دیگرش عبدالقدس خواجه که وفات کرده بود و زن او توتی پاشا و پسرش شراف خواجه، پسری عمک دیگری سید مراد خواجه که نامش را نآورده است هدایت خواجه، استا عمک و پسرانش سید اکبر خواجه و اکرام خواجه و دخترش از زن دومش تعلق داشت. این حوری یا اینکه این حوری ها از طرف جنوب با یک دیوارچه 1.5 پاخسگی از چارباغ مسجد جدا شده، از طرف شرق و غرب با دیوارهای همسایه احاطه یافته بود. طرف شمالش با دیوارهای 2 پاخسگی از یابان جدا می شد و در پیش هر قسم این حوری ها به طرف یابان راه برآمد هم بود. در وقتهایی که من اولین بار به یاد گرفتم، در حوری درون ما یک خانه چوبکاری کهنه برای نشست و یک خانه‌چه خشت خام برای دکان بافندگی بود. از طرف شرق همسایه بی‌واسطه ما عمکی پدرم عبدالله خواجه بوده. در وقتهایی که من یاد دارم او را 90 سال عمر دارد می گفتند. در طرف شرق عمکی پدرم عبدالله خواجه یک کمپیر بود که او را توته پاشا، زنی عمکی سید مراد خواجه،
عبدالقدس خواجه می گفتند. در قسم آخرین این حولی در طرف شرق پسری عمکی دیگری پدرم هدایت خواجه یا که استا عمک زندگانی می کرد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صحیفه های 42-45. همین طور حولی ابنا و اجدادی ساکتریگی به 4 قسم جدا کرده شده. در 3 حصهش عمکی سید مراد خواجه، عبدالله خواجه 90 ساله و پسری دعاخان دیدو و فاسق محروم او ابراهیم خواجه با زن و خواهرزادش، زن عمکی دیگرش عبدالقدس خواجه مرحوم توت پاشا و پسری سرسری و آوارگرد او شراف خواجه و پسری تخمیناً 50 ساله عمکی دیگری سید مراد خواجه، هدایت خواجه، استا عمک با زنی جوانی از خواجگان دیگر محل و پسرانش سید اکبر خواجه و سید اکرام خواجه و 2 دخترش از زنی دومش عمر به سر می بردند. معلومات دایر به ماه و سال و وفات بابا و مامای بابا کلان و مادر کلان پدری عینی تا حال دسترس عینی شناسان نگردیده است و اگر آن معلومات باشد هم مصنف این سطرها آن را ندیده است و نخوانده است. ولی از روی نقل‌های سید مراد خواجه به پسرش صدرالدین معلوم می گردد که آنها در هنگام طفولیت و یا به دنیا نآمدن صدرالدین وفات کردند، چون که خود عینی در یگان اثرش و یا مقاله ترجمه حالیش درباره بابا و مادر کلان پدریش بی واسطه معلومات یا خبری نداده است، حالان که او در اثرهایش چنین معلومات را در خصوص بابا کلان و مادر کلان مادریش به طوری فراوان گوشرس خوانندگان گردانده است. مثلا عینی بی قید سال وفات مادری پدرش، مادر کلان پدریش و پدری پدرش، بابا کلان پدریش چنین معلوماتی ناروشن داده است. دیری نگذشته است که اول مادری پدرم و بعد از 2 سال پدرش وفات کردند، اما پدرم سید مراد خواجه بعد از سر آنها هم استقامت 2 جایگی را ترک نکرده است. تابستان در ساکتری به دهقانی و بافندگی مشغولی نموده است و در زمستان در محله بالا به سنگ آسیا تراشی. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صحیفه 15. سخنانی بالا ثابت می سازند که چی مادر کلان پدری صدرالدین عینی، مادری سید مراد خواجه، و چی بابا کلان پدری او، پدری سید مراد خواجه، عمری با برکت دیده بودند که یکی از پسی دیگر، یعنی پدری سید مراد خواجه 2 سال بعدتر از زوجش عالمی روشن را پدرود می گویند. در هنگام وفات آنها و چند گاه پس از آن، پدری عینی سید مراد خواجه هم در دهه ساکتری و هم در دهه محله بالا اقامتش را دوام می دهد که از افتش در آن سالهای فوت مادر کلان پدری و بابا کلان پدری صدرالدین یا به دنیا نه آمده بود و یا خیلی خردسال بوده است. درباره مادری خودی صدرالدین عینی باشد از بعضی اثرهای او بعضی معلوماتها دریافت کردن ممکن است. از روی آن معلوماتها آن چیز معلوم می گردد که مادرش زیورای تربیه خیلی خوب دیده بوده است.
او که از عائله دهقانزادگان مهنتی اصیل دهه محله بالا بوده است، از خردساری در عائله همراه خان همه کارهای خانگی و خواجگی را به جا می آورده است. او همین کارها را در حولی سید مراد خواجه نیز خیلی عهده برایانه به جا می آورده است و خدمتگار و یاردمچی صمیمی و بی‌منتی شوهری خود بوده در کارخانه بافندگی شوهرش مددگار اساسی حساب می یافته است. چنان که عینی تأکید می کند، مادرش زیورای هم کارهای خانه و روزگار اهل بیتشان را خیلی درست به جا می آورد، هم به کاری بافندگی شوهرش مددرسانی یگانه و اساسی بود، هم ریسمانی چیزهای بافتنی را می ریشت، هم کلابه، رنگ، زغوله و نایچه تیار می کرد و غیره. به طور دیگر گوییم تمام حیات زیورای در کوره مهنتی فایده‌ناک و سود بخش می گذشت و آب و تاب می یافت. از نوشته های ترجمه هاری عینی معلوم می گردد که به سید مراد خواجه از بابای پدریش سید عمر خواجه در ساکتری همگی 2 تناب نیم گکتر زمینی کارم باقی مانده بوده است که حاصل آن زمین 6 نفر اهل خانواده او را پره، تأمین، قانی و سیر نمی نموده است و نمی پوشانده است. عینی همین فکر را اولین بار در آچرکی کلخازی کمونیسم بیان کرده بود و بعد از آن در دیگر اثرهایش به هیچ کم و کاستی گشته و برگشته تکرار نموده است. آن دلیل این است: خانواده ما همگی 6 نفر بوده، نیم گکتر زمین داشتیم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 5، صفحه 96. بنابراین سید مراد خواجه برای با خوراکواری و مخصوصاً با پوشاکواری و لباس و پایافسال و کرپباریش تأمین کردنی اهل خانواده خود هم به بافندگی شغل می‌ورزد و هم برای اندک پول یافتن به فروش چرخ آسیایی تراشیده‌اش مشغول می‌شود. خود عینی همین حالتی وزنینی مادی، اقتصادی، معیشی السلام علیکم شنونده های ارجمند. گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. حالا گفتار یکم را از روی کتاب ادبیات شناس ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولوف بشنوید. شما گفتار 5 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.